ادامه بخش چهره‌های ماندگار. شیرینشاه شاه تیمور. شیرینشاه شاه تیمور طلوع آفتاب ضیابخش. در آن زمانی مرکب و دشوار که جریان‌های مختلف سیاسی ملتگرا در تمام جبهه‌های حیات قوت گرفته بودند، به طور آشکارا و با جرأتانه برای حمایت منفعت‌های خلق تاجیک صدا بلند کردن از جانب شیرینشاه شاه تیمور خود قهرمانی بود. او همچون راهبر دوراندیش اصل انکشاف سمت‌های گوناگون حیات اجتماعی و مناسبت بین قوم و ملت‌ها را در ارجگذاری و احترام فرهنگ و عنعنه و عرف و عادت خلق‌های مسکون منطقه، اینچنین تحکیم دوستی بین آنها می‌حسابید. بعد تعیین گردیدنش به وظیفه‌های گوناگون حزبی و دولتی، شیرینشاه شاه تیمور غایه دوستی خلق‌ها و همه‌جانبه مستحکم نمودن آن را اساس فعالیت راهبری خود قرار داد. این شخصیت دلیر و روشن ضمیر همچون خادم نمایان سیاسی و دولتی در کدام سطحی که فعالیت می‌برد، به کدام وظیفه تعیین یا انتخاب می‌شد، با جدیت تام برای حل مسائل موجوده حیاتی و تشکیل دولت مستقل تاجیکان همه‌جانبه کوشش می‌نمود. مهارت بلند تشکیلاتچی او هنگام ادای وظیفه‌های دشوار در جاری نمودن ارزش‌های نو حیات اجتماعی، برهم دادن بیسوادی عامه، نجات دادن اهالی از گرسنگی، تربیت کادرهای جوان، رشد زمینه‌های فرهنگ ملی، تحکیم مقام و منزلت زن در جامعه، بنیاد ساختارهای معارف، رشد خدمت‌رسانی طبی و مانند اینها بر اعلی ظاهر می‌گردید. فعالیت فداکارانه شیرینشاه شاه تیمور و همصفانش با اعلان گردیدن جمهوری مختاری تاجیکستان وسعت تازه یافته برای به جمهوری اتفاقی تبدیل دادن تاجیکستان روانه گردیده بود. در آن سالهای دشوار برای در دوشنبه جایگیر ساختن مؤسسه‌های دولتی کارهای زیادی به سامان رسانیده شدند. تنها با تلاش و زحمت‌های خلق مهنت‌قرین تاجیک و فرزندان فداکار و فرزانه ملت، پایتخت نوین تاجیکستان شهر دوشنبه مرحله به مرحله آباد گردید. شیرینشاه شاه تیمور همچون ارباب سیاسی خوب درک می‌نمود که به پشتیبانی و دستگیری اهل ضیا و نیروهای معنوی و ذهنی، همچنین به انتشار روزنامه و مجله‌ها به زبان تاجیکی معنی و ماهیت ساخت نو اجتماعی را به مردم تاجیک پورا فهمانیدن از امکان بیرون است. او در برابر پایه‌گذاران مطبوعات تاجیک، استاد صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، سعید رضا علیزاده، عباس علیف، نثار محمد و دیگران در مسئله تأسیس و نشر روزنامه‌های آواز تاجیک، دهقان کمبغل، راهبر دانش برای ادبیات سوسیالیستی، شعله انقلاب، اینچنین در نشر کتاب نمونه ادبیات تاجیک سهمی ارزنده گذاشته است. فعالیت پرثمر او در این سمت بعد تعیین گردیدنش به منصب رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی تاجیکستان دوچند می افزاید. شیرینشاه شاه تیمور در حل مشکلات عمده حیات مردم مملکت و بلند برداشتن آبروی اعتبار جمهوری کوشش‌های زیاد به خرج می‌داد. فرهنگ بلند سیاسی، دانش و تجربه خوب کاردانی و مناسبت صمیمانه انسانی او برای همکسبان و هممسلکانش نمونه عبرت بود. او همچون راهبر پاک ضمیر و وطن پرور به خوبی درک می‌کرد که رشد باثبات و همه‌جانبه مملکت را به تربیت کادرهای بالیاقت و باسواد ملی تصور کردن امر محال است. با سروری او نقشه‌های مهم انتخاب و تربیت کادرهای ملی تهیه شده، برای عملی گردیدن آنها توجه جدی ظاهر می‌گردید. در سالهای 1931 1932 برای تیار کردن کادرهای آموزگاری در شهرهای دوشنبه و خوجند دانشگاه‌های معلم تیارکنی و بعداً دانشگاه کشاورزی تأسیس یافتند که تا امروز فعالیت دارند. سهم شیرینشاه شاه تیمور در گرامی داشت و ترغیب و تشویق نام و میراث نابغه‌های درخشان فرهنگ مردم ما، شاعران و عالمان زبردست ملت نیز سزاوار یادآوری است. با وجود محدودیت و مشکلات زمان، او در پهلوی صدرالدین عینی و لاهوتی ایستاده سال 1934
ҷашни ҳазорсолагии бузургдошти шоири оламшумули тоҷику форс абулқосим фирдавсиро баргузор менамояд. ҳадафи асосии ин ҷашн пеш аз ҳама тарғиби ғояҳои волои худшиносиву ҳуввияти миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ ва қаҳрамониҳои бемислу монанди ниёгони сарбаланди мо дар масири таърихи чанд ҳазорсолаашон буд, ки дар он рӯзҳо ҳамчун мактаби бузурги қадршиносӣ ва арҷгузорӣ ба миллати фарҳангии тоҷик хизмат намуд. бахши чеҳраҳои мондагор дар боби Шириншоҳ Шоҳ Темур тулӯи офтоби зиёбахш идома дорад.